آقا به شیطان درونت گوش میکنی یا به فرشته درونت؟ میخوای صدایی توی سرت نابودت کنه یا میخواد از تو یه جنگجوی قدرتمند بسازه؟ فصل هفتم کتاب اعتماد به نفس به روایت دوباتن به نام درباره سرچشمه اعتماد به نفس. بریم اول کتاب بخونیم و یه توضیح بدیم. وقتی موضوع واکنش نشان دادن به چالش‌های شغلی به میان میآید، بسیاری از ما صدایی در سرمان میشنویم، هرچند اغلب به این صداها فکر نمی‌کنیم و درباره‌شان شاید هرگز با کسی صحبت نکنیم. جریانی از افکار در ذهنمان داریم که درباره آرمان‌ها و دستاوردهایمان مدام مشغول نجوا هستند. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه ما یه دنیای درونی داریم که در رابطه با دنیای بیرون همیشه دارن نظر میدن. شاید این صداهای درونی ما مهربان و قدرتمند باشن، مثل اینکه تو یه جنگجویی، از پسش برمیای، انجامش بده، قوی تر عمل کن، بازم ادامه بده. و یه صدای شیطانی و خیلی بد که به تو میگه چی؟ تو خوب نیستی، تو به درد نخوری، تو نمیتونی انجامش بدی، ادامه نده. خب این دوتا صدا خیلی فرق میکنن با هم. یکی ما قهرمان درون داریم، یکی چی؟ منتقد درون داریم. منتقد درونتون رو باید خفه کنید. تا زمانی که منتقد درونتون رو خفه نکنید، همچنان صداهای یأس و ناامیدی درون سرتون ادامه دار خواهد بود. خب بچه‌ها، صداهای درون سر ما محرک اعمال و رفتار ما هستن. وقتی که ما قهرمان درونمون در حال صحبت با ما باشه، به ما انگیزه و اشتیاق میده و انرژی میده که چی؟ ما بیشتر اقدام کنیم. وقتی شکست میخوریم میگه تو از پسش برمیای، دوباره شروع کن. وقتی تو کار سخت میشه میگه تو قوی تر از این حرفایی، ادامه بده. و در واقع اگه بخوایم دو تا فرد متفاوت رو با صداهای متفاوت درونی مورد بررسی قرار بدیم، کسی که صدای درونش بهش انگیزه میده بیشتر ادامه میده و در نهایت موفق میشه. مثل 1000 بار شکست خوردن انیشتین، نیکولا تسلا، هنری فورد. همه این افراد هزاران بار شکست خوردن ولی نیروی اراده هیچ وقت نذاشته اون روی زمین بمونن. حالا دو تا فرد در نظر بگیرید. فردی با نیروی اراده، من بهش میگم فرشته، و فردی با نیروی شیطانی که من میگم منتقد درون و شیطان و فرشته و قهرمان درون. حالا قهرمان درون مدام داره تلاش میکنه، هی پشت سر هم داره ضریب و خطا میکنه تا به نتیجه برسه. ولی منتقد درون چی؟ وقتی تو عملی انجام دادی نشد، به تو میگه چی؟ بی خیال، ولش کن، تو نمیتونی، تو از پسش بر نمیای، تو کافی نیستی، پس هیچ کاری نمیکنه. فرق بین موفق شدن و موفق نشدن کاری انجام دادن یا کاری انجام ندادنه. منتقد درون همیشه داره به تو حمله میکنه که تو هیچ کاری نکنی، ولی قهرمان درون داره به تو اراده میده که پس از هر شکست به سراغ موفقیت بری و موفقیت رو دنبالش کنی پس از هر شکست. اگه دقت کنید، خب با توجه به تمام همه این حرفایی که زدیم، صداهای درونی همیشه دنیای بیرونی ما بودن. وقتی که ما با قهرمان درون در ارتباطیم، دنیای بیرون بهتری داریم، ثروت‌های مالی داریم، ارتباط‌های خوبی داریم، چرا که اون داره ما را از شکست کنار میکشه و به سمت موفقیت سوق میده. یعنی هر بار میگه هر شکستی بذر معادل با موفقیت خودشو داره. پس هر بار که شکست خوردید سعی کنید به قهرمان درونتون گوش کنید. حالا توی انشالله کتاب بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم، میخوام بهتون یاد بدم که چطوری به سیستم مغز دسترسی پیدا کنید. و در واقع اگه به سیستم مغز آشنایی نداشته باشید و دسترسی نداشته باشید، هیچ وقت نمیتونید اون تغییراتی که مثلا روی ویندوز کامپیوتر باید اعمال کنید رو روی مغزتون اعمال کنید. ما باید نرم افزارها و برنامه‌های جدیدی روی ویندوزمون بریزیم تا بتونیم از شر منتقد درون خلاص بشیم. این صداهای درونی سر ما میتونه نشأت گرفته از دوران کودکی ما باشه و زندگیی که داریم، اطرافیانی که داریم، اطرافیان تاکسیک و سمی، مثل دوستانی که همیشه به ما سرکوب میزنن، ما رو مسخره میکنن و
رفتارهای سمی که باعث میشه ما ارزشمون پایین بیاد. اگه عزت نفس داشته باشیم زیاد برام مهم نیست دیگران چی میگه، ولی قبل از اینکه عزت نفس رو قوی کنی خیلی مهمه که با چه کسایی سر کار داری. تمام از کلماتی که اونا بهت میگن توی سرت وجود داره. یکیش دوستا بود، یکی دیگهش پدر و مادر. اینکه پدر و مادر در رابطه با شکست‌ها و موفقیت ما در گذشته چه برخوردی با ما داشتن، چه چیزهایی به ما گفتن، اونا باعث تقویت منتقد درون ما شدن یا تقویت قهرمان درون ما شدن. پدر و مادری که تشویق میکنن قهرمان درون پرورش میدن، ولی پدر و مادری که سرکوب میکنن منتقد درون پرورش میدن و باعث بی‌عزت نفس شدن شخص در بزرگسالی میشه. مهم نیست که پیروز بشه فرزندمون یا شکست بخوره، مهم اینه که داره تلاش میکنه. برای تلاش کردنش باید به شدت تحسین بشه، حتی اگه شکست بخوره. این صداهایی که در دوران کودکی توی سر ما بوده توی بزرگسالیمون تاثیر گذاشته. ما میتونیم اینا رو درست کنیم. گفتم در مرحله بعد من آشنایی با سیستم مغز رو به تو آموزش میدم و دسترسی به ویندوز، حذف و اضافه کردن برنامه‌ها بر روی مغز. پس یکی دیگه از منشأ صداهای درونی ما برگرفته از دوران کودکی و اطرافیان ما. ما همین الان هم میتونیم اطرافیانی داشته باشیم که به شدت روی دنیای درون ما تأثیر بگذارن. پس حتما دنبالم کنید تا بهتون یاد بدم چطوری ویندوز مغزتون رو به کلی تغییر بدید. هر چقدر دنیای درون ما با اطرافیانمون و انتقادهاشون پر بشه، به یه نوع سیستم فکری و سیستم تصمیم گیری توی مغز ما ثبت میشه. همه این صداهایی که ما میشنویم مثل خوراک و سم خوردنه، مثل اینکه چیز تقویتی بخوری یا سم داری بخوری. هر کسی که حرفای چرت و پرت بهت میزنه داره سم به خوردت میده. هر کسی که داره حرفای خوب بهت میزنه، انگیزه و اراده بهت میده، داره معجون ماوراءالطبیعی شدن رو بهتون میده. کتابی که در آینده بهتون آموزش میدم ماوراءالطبیعی شدن، به شدت کتاب فوق العاده ایه. برای این که به صداهای درونمون آگاه بشیم به صورت خودآگاه، باید روی ناخودآگاهمون کار کنیم. یک مدیتیشن هست به صورت تنفسی و تمرکزمون به روی تنفس. ما 7 ثانیه نفسمون رو داخل میکشیم، 5 ثانیه توی سینه حبس میکنیم و 7 ثانیه دوباره نفسمون رو بیرون میدیم و در تایم انجام دادن این کار باید تمام تمرکزمون بر روی تنفسمون باشه و صداهایی که از طریق گوشامون میشنویم به چه صورت؟ چشما بسته نفس رو دادیم توی سینه حبس میکنیم، به سینه توجه میکنیم و به صداهایی که میاد 5 ثانیه حبس میکنیم، 7 ثانیه به بیرون نفسمون رو میفرستیم و در همین تیم ما به صداها کاملا دقت کنیم. این قدرت خودآگاهی و تمرکز ما رو به شدت بالا میبره و ما میتونیم صداهایی که توی سرمون رو گلچین کنیم و به خودآگاهی وقتی برسیم مثل اینکه از بالا سر نشستی پشت ویندوزت و داری تغییراتی که نیازه رو اعمال میکنی. یکی دیگه از راه‌های قدرت دادن به قهرمان درون تلقین به خوده. وقتی که شما منتقد درونتون فعال میشه و به تو میگه کافی نیستی، باید به صورت ارادی و خودآگاه با خودت تکرار کنی من فوق‌العاده‌ام، من بهترینم، من انجامش میدم، من انجامش میدم، من انجامش میدم. باید با قدرت و با احساس به سینت این انرژی رو برسونی تا با خود تلقین به خود بتونی کلمات و احساسات جدید و جایگزین احساسات و کلمات ضعیف و منفی بکنی. خیلی مهمه که چه کلماتی و چه جملاتی رو ما برای ضمیر ناخودآگاهمون و در مقابل منتقد درونمون فعال میکنیم. ما باید کلمات و جملاتی رو ثبت کنیم توی مغزمون که در زمان شکست هم هنوز هم بدونیم که لایق محبتیم، لایق ارزشیم و لایق احترامیم حتی وقتی که شکست. و این صدای شخصی ماه که ما رو فارغ از موفقیت ها و شکست هامون دوست داره و به همون احترام میذاره. و در پایان باید تمام مراحلی که گفتم رو اجرا کنید و یاد بگیرید که صداهای خوب رو جایگزین صداهای منفی توی مغزمون بکنیم تا بتونیم وقتی که در ناخودآگاه داریم عمل میکنیم چیزی باشه که ذره انرژی و قدرت ما بده، نه چیزی که ما رو متوقف کنه. فصل 7 به پایان رسید. امیدوارم که به دردتون خورده باشه.
این فصل رو داشته باشید تا فصل ماورای طبیعی شدن. وقتی آموزش دادم تمام تکنیک های این کتاب رو توی ویندوز مغزتون ثبت کنید. پس کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید، لایک و کامنت فراموش نشه تا ازتون یه آدم قدرتمند با اعتماد به نفس بسازم. دوستتون دارم. فعلا.